آیا سومین رئیس جمهوری افغانستان را میشناسید؟ حفیظ الله امین کی بود و چگونه بر ریاست جمهوری افغانستان رسید؟ چرا حفیظ الله امین نتوانست بر دوران حاکمیت خود بقا بخشد؟ آیا امین یک ناسیونالیست یا یک شخص مارکسیست لینینیست بود؟ همراهان عزیز بیان تیوی سلام، توجه شما را به چهارمین قسمت برنامه مرور با چگونگی به قدرت رسیدن حفیظ الله امین و ختم دوران سیاه حاکمیت ترکی در افغانستان جلب می نمایم. حفیظ الله امین پسر حبیب الله از قبیله کوچک به نام پشتونهای خروتی در دهه اسد 1308 شمسی در ولسوالی پغمان ولایت کابل متولد گردید. پدرش کارمند اداره پلیس در زمان نخست وزیری هاشم خان سمت زندانبانی توقیفخانه کابل را به عهده داشت. امین پس از فراغت از مکتب ابن سینا و دارالمعلمین وارد دانشکده علوم شد. سپس به عنوان معلم در مکتب ابن سینا و مدیر مکتب ابن سینا و دارالمعلمین منصوب شد. امین ماستری خود را در رشته تعلیم و تربیت گرفت. هنگام تحصیل در آمریکا در سال 1963 میلادی به عنوان رئیس اتحادیه دانشجویان در دانشگاه کلمبیا تعیین گردید. امین پیش از آن که دکترای خود را به اتمام برساند در سال 1965 میلادی به افغانستان بازگشت. در بازگشت به کابل در سال 1943 شمسی خود را کاندیدای نمایندگی در حوزه پغمان نمود، اما در این کاندیداتوری شکست خورد. وی در همان سال تقاضای عضویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کرد که به عنوان عضو عادی پذیرفته شد. اما به مرور زمان توانست توجه ترکی را به خود جلب نموده، پلکان ترقی در حزب را به سرعت پیمود و در سال 1348 شمسی باز هم از حوزه پغمان کاندید و این بار برنده شد. او در کشمکش ها و رقابت های حزبی بین ترکی و ببرک کارمل جانب ترکی را گرفته و با ببرک کارمل سخت در رقابت و حتی خصومت افتاد، زیرا که علاوه بر تفاوت‌های فکری، شخصیتی و اخلاقی ببرک کارمل با عضویت وی در کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب مخالفت کرد. پس از رخ دادن انشعاب و پس از دو پارچه شدن حزب دموکراتیک خلق به دو بخش، خلق و پرچم، او در میان اعضای رهبری حزب در بخش خلق قرار گرفت و از مبلغان پرشور آن جناح و مخالفان با حرارت ببرک کارمل و جناح پرچم گردید و در ضمن از جانب خلق مأموریت کار سازمانی در ارتش را به عهده گرفت و به جذب سربازان و افسران جوان مخصوصاً پشتونهای جوان و روستایی ها پرداخت و موفقیت زیادی به دست آورد. او مسئولیت کمیته نظامی بخش خلق را بر جلب و جذب نظامیان به عهده گرفت و سرانجام فرمان کودتای ثور را در اپریل 1978 داد. پس از کودتای ثور 1357 حفیظ الله امین به مقام معاونت نخست وزیر و وزیر امور خارجه تعیین گردید. در ماه اپریل 1979 درست یک سال پس از کودتای ثور 1357 به سمت نخست وزیر و وزیر امور خارجه تعیین گردید. حفیظ الله امین در 25 سنبله 1358 پس از کشته شدن نور محمد ترکی دبیر کل حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ریاست شورای انقلابی مقام نخست وزیری را در اختیار گرفت و به مدت 100 روز بر مسند قدرت تکیه زد. او در این دوره تمامی سرکوب‌ها و ستم‌های گذشته را بر دوش ترکی انداخت و فهرست 12,000 نفری از نیست شدگان را منتشر کرد و ادعا کرد که همه آنها توسط ترکی کشته شده‌اند. امین برای به دست آوردن اعتماد مردم شعار قانونیت، مسئولیت و عدالت سر می‌داد. پس از کشته شدن ترکی حکومت امین در سراشیبی و افتادن قرار داشت و هر روز بر مقاومت و استحکام مردمی افزوده می‌شد. برخی منابع ادعا دارند که امین می‌خواست ارتباط خود را با آمریکا و پاکستان باز کند، اما رهبران شوروی در روزهای آخر حکومت امین به این نتیجه رسیده بودند که با نگه داشتن امین در قدرت خیزش مردم و ایستادگی را نمی‌توانند مهار کنند و از طرف ترس از نزدیکی امین با آمریکا و پاکستان را نیز داشتند. به همین اساس حکومت شوروی تصمیم گرفت نیروهای جنگی به افغانستان فرستاده و ببرک کارمل را جایگزین حفیظ الله امین نماید. در 6 جدی 1358 هواپیماهای شوروی یکی پس از دیگری در فرودگاه‌های نظامی افغانستان به زمین نشستند. چنانچه حفیظ الله امین در اواخر عمر خود به همراه اطرافیان و محافظین خود به قصر تاجبک در دارالامان کابل کوچ کرده بود. در همان روز توسط مأمور استخدام شده که به عنوان آشپز در خدمت امین بود مسموم شد. پس از مسموم شدن امین باید ساعت 10 شب عملیات تصرف کاخ تاجبک آغاز می شد.
آنها باور داشتند که امین و مأمورانش پس از 3 الی 4 ساعت مسموم می شود، اما به صورت پیش بینی نشده همه کسانی که در قصر تاجبک غذا خورده بودند به زودی بیهوش شدند. فرمانده محافظین ریاست جمهوری دستور آوردن پزشکان شوروی از شفاخانه نظامی 400 بستر کابل را می دهد. 2 پزشک شوروی موفق می شوند که پس از چند ساعت امین را به هوش بیاورند. به همین منظور حمله به کاخ تاجبک چند ساعت پیش از ساعت برنامه‌ریزی شده در بین ساعت 6 الی 7:30 آغاز می شود. نیروهای آلفا و گروم توانستند که نیروهای محافظ کاخ را از سد راه خود برداشته و وارد کاخ شوند. این نیروها هر جنبنده‌ای را که می‌دیدند می‌کشتند. نیروهای ویژه استخدام شده وارد اتاق می‌شوند که امین و خانواده او حضور داشتند و بمب دستی یا نارنجک می‌اندازند. نیروهای ویژه مدعی شده بودند که امین و فرزند خردسالش توسط نارنجک پرتاب شده کشته شده‌اند. اما پزشکی که جسد امین را پس از این حمله دیده بود مدعی شد که بر سر امین 3 گلوله شلیک شده بود. شب هنگام جسد امین را در فرش نوع قالین پیچانده و در گورستان نزدیک کاخ بدون هیچ نشانی در خاک گور می‌کنند. دیگر اعضای خانواده امین که زنده مانده بود به زندان پلچرخی انتقال داده می‌شوند. و در همان شب صدای ببرک کارمل از رادیو کابل پخش شد که اعلامیه سرنگونی دولت امین را میداد. مهمترین ویژگی‌های شخصیتی حفیظ الله امین پس از قدرت طلبی مفرط، تناقض فکری و درونی او در رابطه با تبرگرایی و مارکسیسم بود. او از سوی یک ناسیونالیست دو آتشه‌ای پشتون بود و از سوی دیگر یک مارکسیست لینینیست بود.